نسخه نوای خودتون رو تو ذهنتون ترسیم کنید. نسخه ای که همه چیزی که تو ذهن شماست. نسخه من تو اروپا زندگی میکنه، بهترین فوتبالیست شاید باشه، نمیدونم بیزنس خوبی داشته باشه، بدن خوبی داشته باشه، پولدار باشه، محبوب باشه و چیزهای دیگه. شما فکر کنید به اون نسخه میخواید برسید و برای اون نسخه باید کارهایی رو که لذت بخشه رو به طور کامل بذارید کنار، مثل ترک کردن عادتهای بد مثل دختربازی و مثل گشت زنی بیهوده، خوردن و کشیدن الکل و مواد، ترک کردن خودارضایی و همه اینها ترسیم کننده راه موفقیت هستش. راه موفقیت چیه؟ راهیه که توش یک برنامه ریزی اصولی باعث میشه که راه براتون شفاف باز بشه و مقصد رو ببینید. مقصد چیه؟ مقصد موفقیته. راه چیه؟ راه برنامه ریزیه. شروع چیه؟ شروع هم تصمیم و اراده است. خب رفقا، اگه یادتون باشه تو مدرسه یه دروسی رو در روزهایی از هفته اختصاص میدادن، مثل شنبه ریاضی و فارسی، یک شنبه ورزش و هنر. شما نمیتونید یک شنبه ریاضی و فارسی رو ببرید یا نمیتونید شنبه ورزش کنید. خب این میشه برنامه‌ریزی منظم و دیسیپلین بالا و به صورت مکرر انجام دادن. شما فکر کنید که هر روز ساعت 4 تا 5 دوش آب سرد میگیرید، 5 تا 6 پیاده روی میکنید، 6 تا 7 مطالعه میکنید، 7 تا 8 میدیتیشن میکنید، 8 تا 9 صبحونه میخورید، 9 میرید تا 3 4 سر کار برمیگردید، رویاهاتون رو ترسیم میکنید و چیزای دیگه. این برنامه ریزیه یک گامه که برای خودتون واجبه. شما فکر کنید یه گام به گام باز میکنید، گام به گام درسی یا هر چیزی، توش سوال و جواب های اون کتب ها رو نوشته و برنامه ریزی هم اینجوریه، هی انجام بدی همه چی برات واضح میشه و خود به خود و ناخودآگاه وارد مسیر موفقیت میشی و موفقیت برات تو آغاز میشه. این همه از برنامه ریزی درست میاد. شما فکر کنید فردی که مدام در حال دیدن فیلم، مدام در حال دیدن فیلم های مزخرف، در حال خوردن مواد الکلی و کشیدن مواد، در حال رفتن با دوستان بیرون هستش، در حال دختربازی و کثافت های دیگه. شما فکر کنید یه فرد داره اینجوری زندگی میکنه، اما برعکسش یه فرد داره تمرینش رو انجام میده، داره مطالعهش رو میکنه، داره پیاده رویش رو میره، داره دوش آب سردش رو میگیره، داره مطالعهش رو میکنه، داره میدیتیشنش رو انجام میده، داره سر کارش رو میره. همه اینها رو داره انجام میده. برای چی؟ برای موفقیت. واضحه، اصلا خودتونم به این مسئله نگاه کنید، واضحه که موفقیت برای این فرد روشنه و دستیافتنیه و غیر ممکن نیست. مطمئنید که میرسه. رفقا، برنامه ریزی چند تا اصول مهم داره. اولیش که تعیین اهدافته. تعیین اهداف چجوریه؟ یک یا چند هدف رو برای خودت انتخاب کنی. قدم دوم گل تایم هستش، زمان طلایی. استفاده از زمانت به طور جدی و مکرر باید انجام بدی. شما یه تایمی و یه ساعتی و یه وقتی و یه دقیقه و برای یه کاری باید انجام بدید. این نباشه مثلا 5 تا 6 بری مثلا میدیتیشن انجام بدی، فرداش دوباره 5 تا 6 بری پیاده روی. درسته انجام بدی، باز بهتر از انجام ندادنشه، ولی باید به صورت منظم همین کار رو انجام بدی. فقط فکر کنید که برنامه‌ریزی همیشه شما رو یه پله جلوتر میندازه. همیشه اینجوری در موردش فکر کنید و واقعا هم نتیجه میگیرید. مورد بعدی فکر کردن به کارهای هدفدارتون هستش. اینه که در مورد اون کار فکر کنید، ببینید اون کار خوبه برای بدن شما یا نه، اصلا برای موفقیت میارزه یا نه.
قدم 4 انجام دادن مکرر و دیسیپلین هستش. شما فکر کنی گلدن تایم رو بذاری، وقت رو بذاری، فکراتم کنی ولی انجام ندی، به درد نمیخوره. شما نصفم کار انجام بدید، مثلا یه 10 دقیقه گذاشتی بعد دوش آب بزنی، نتونستی 5 دقیقه هم انجام بدی، خیلی بهتر از انجام ندادنشه. یعنی باز شما 5 دقیقه جلوتر هستید که در روزایی که انجام نمیدید. فکر کن روزی هست که اصلا کار انجام نمیدی و روزی هست که انجامش میدی کمتر، اون روز باز جلو میفتی. یعنی هر کاریو که به خودت سپردی از خودت هم انجام دادن اون کار رو بخواه و این نباشه که فقط به خودت دستور بدی و با خودت حرف بزنی. این نباشه که من میخوام بنز بخرم برای خودم، من میخوام برای خودم BMW بخرم. اینا یه مشت فکرای بی‌دلیل هستش. درسته فکر کردن به موفقیت خیلی خوبه، یعنی هر چقدر فکر کنید باز خیلی بهتره، ولی شرط موفقیت تلاش و پشتکاره و مهمتر از اونا دیسیپلین و انجام دادنشه. برنامه‌ریزی رو پیش ببرید و مطمئن باشید که به جای میرسید. مطمئن باشید. برنامه‌ریزی از هر نکته دیگه تو موفقیت بهتر و واجبتره و گلدن تایم بخش اصلی اون کار هستش، بخش اصلی برنامه‌ریزی هستش. گلدن تایم میشه زمان طلاییت. تو چجوری اون کار انجام بدی، تو چقدر میخوای اون کار انجام بدی، تو چند تا شب میخوای اون کار انجام بدی، اینا همه میشه گلدن تایم و تو باید از پس هر کاری که به خودت میدی بر بیای و این نباشه که فقط با خودت حرف بزنی. و اینم یادتون باشه که هیچ چیزی نمیتونه جلوی شما را بگیره مگر اینکه خودتون. تا ویدیو بعدی هم بدرود.